استقبال سزاوار از جشن سیاسی ملی 35 سالگی استقلال دولتی در نویای وسه با راه‌اندازی و عملی نمودن نقشه چهاربینی و تطبیق سیاست سازنده و بنیادگرانه دولت و حکومت مملکت در سطح خوب برآ مانده شده است. در این زمینه با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی، جلب صاحبکاران وطن‌دوست و شخصان احسانکار به خاطر اجرای سریعوقتی نقشه و هدف‌های پیش‌بینی شده، کارهای آبادانی و سازندگی رواج تازه دارد. این نوبت شخصان سخاوت‌پیشه و احسانکار با احساس گرم ماهیت وطن‌دوستی با متخصصان و راهسازان تدبیرهای تعمیر و نوسازی بیش از 2 کیلومتر راه دهه وسیع آباد کلان جماعت دهات عبدی عوض را ادامه داده ایستادند. کارهای راهسازی در جماعت شهرک و دهات نویای وسیع امروزها به حکم عنعنه درآمده در دیگر دهه‌های ناحیه همزمان مرحله‌های گوناگون کارها با مرام ادامه دارد. راه‌اندازی و عملی‌گردانی اقدامات شایسته و سازنده صاحبکاران باننگ و ناموس، شخصان احسانکار و ساکنان زحمت‌قرین و میهن‌دوست به‌شک از پایداری استقلال کامل، وحدت و یکدلی و اتفاقی و سرجمعی ساکنان سرچشمه میگیرد. اقدام کرد که با استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت 2 کیلومتر راه جماعت دهات عبدی عوض رو منفعل شدیم. در کارهای ساختمانی با صفت کارها دقت جدی داده استادیم. ما تصمیم داریم که همین تا راه کلان تا دروازه عبدی عوض برده رسانیم. برای تامین حرکت وسایل نقلیات کش غیرت خود را روانه سازیم. در حدود جماعت دهات خدای رجب نویای وسیع نیز تدبیرهای آبادانی و سازندگی با جلب وسیع اهالی مرام تازه کسب نموده، با این وسیله وضع اینفراساختار دهات بهتر، شرایط و امکانات کار و زندگی و سطح نیکوآوری ساکنان دهات مذکور تدریجاً بلند می‌گردد. با استقبال جشن فرخنده ملت 35 سالگی استقلالیت دولتی در 15 دهه جماعت دهات خدای رجب عین زمان روند کارهای آبادانی و سازندگی در انشاءات گوناگون تعیینات از جمله بنیاد و نوسازی انشاءات سایه معارف و تندرستی، درآمدگاه در 6 دهه، نوسازی راه و پل، ریختن نوه‌های بتونی و وصل و نصب ستونپایه‌های روشندهی در دو کنار راه‌های بین دهه‌ها، کندن چاه عمودی و دیگر کارهای آبادانی وسعت بی‌سابقه کسب نموده است. با تشبث اهالی صاحبکاران ریختن نوه‌های بتونی و روشننمایی قد کوچه‌ها رفته است در جماعت. کارها در این سمت بسیار با ذوق رفته است. ساکنان نویای وسه با شکرگزاری از فضای آرام و آسوده کشور ابراز می‌دارند که استقلال دولتی از تجلیل با شکوه همسالای آن وحدت و یکدلی و اقدام و تشبث‌های شایسته در جمهوری تاجیکستان امکان فراهم ساخت که برابر مرکزهای شهر و نویه‌ها همزمان رشد اینفراساختار دهات نیز مرحله به مرحله تامین گردد. دستگیری همیشگی حکومت مملکت، مقامات اجرایی حکومت دولتی و سهم بی‌اندازه صاحبکاران و اشخاص سخاوت‌پیشه بابت راه‌اندازی و انجام کارهای آبادانی و سازندگی در سطح محل روی میهندوستی اهالی زحمت‌پیشه جماعت‌های شهرک و دهات نویه را بلند نموده، ساکنان تلاش می‌نمایند که برای سهمگذاری در کارهای آبادانی منبع نیز کمر همت بندند. شریف جان سفرزاده از زلای سعید برای برنامه اخبار از نویه وسه.